صبح روزی جمعه به همه شما عزیزان مبارک باشد. شعله گلخوجی هستم در روبروی شما. ساعت به وقت پراگ 7:05 است و من آماده هستم که برای شما خبرهای مهم رو برسونم و این صبح من برای شما در رابطه با سه حکم دادگاه در کشورهای مختلف صحبت میکنم که این حکم ها به زادگان تاجیکستان داخل دارند. شروع میکنیم از عراق که در اونجا 13 شهروندان تاجیکستان منتظر حکم دادگاه هستند. این 13 نفر 12 نفرش زنان میباشند که در عضویت و همکاری با گروه دهشت‌افکنی دولت اسلامی عیبدار میشوند. و یکی از خبرنگاران عراقی که با رادیو آزادی صحبت کرده بود گفت این زنان اکثرا از 19 تا 25 سال دارند و همشون جوان بوده، تقریبا بیشترشون فرزندان نابالغ دارند و همگی یک ماه پیش در ماه اپریل 4 زن توجیک حکم ابد گرفته بودند در بغداد و اسم 3 نفرش برای ما معلوم نیست، اما درباره یک نفر اون که نادره بیگم حمزه نام دارد اما برای شما در رادیو آزادی معلومات داده بودیم. این ساکن نویه ظفرآباد است و 25 سال دارد و همراه با 3 برادرش و مادرش سال 2015 به عراق رفته بود و طور خبرنگار عراقی میگه این 4 زنی که حکم ابد گرفتند اینها همشون گفتند که میدونستند که به عراق میروند و به گروه دهشت‌افکنی دولت اسلامی میپیوندند، اما اکثریت دیگرش از این زنان میگن که آنها را یا شوهرانشان مجبور کردند و یا پیوندان دیگرشان آنها را به گروه دهشت‌افکنی دولت اسلامی به عضویت پذیرفتند و آنها را به عراق و سوریه آوردند. همچنین این خبرنگار عراقی در صحبت با ما گفت که چون قانونگذاری های عراق در نسبت تروریسم خیلی سخت است، آنها نخست در رابطه با سرگذشت این زنان میپرسد که آنها چگونه به عراق آوردند و سپس حکم خود را صادر میکند. معمولا این حکم خیلی طولانی هستند، از 15 تا حکم ابد را در نظر دارد، از 15 سال و یا حکم قتل داده می شود به این زنان و طور گفته می شود فردا 4 نفری آنها حکمشان در عراق اعلان خواهد شد و ما می بینیم که این زنان چی حکم خواهند گرفت و در مجموع مقامات تاجیکستان میگه از بیشتر از 1000 نفر شهروندان تاجیکستانی که به دولت اسلامی پیوستند نزدیک 400 نفرش رو زنان و کودکان تاجیک تشکیل میکنند. خب خبر دیگری ما مربوط به دادگاه حقوق بشری اروپا است که اون حکومت روسیه رو وظیفه دار کرده است که به زاده تاجیکستان 7,500 یورو پرداخت کند. این زاده تاجیکستان نامش اولیم جان ماینف است و 51 سال دارد و در حکم دادگاه آمده است که مقامات روسیه این زاده تاجیکستان را به مدت 2 سال در بازداشتگاه های مختلف غیر قانونی و در شرایط خیلی بد نگاه داشتند. اصل قضیه این است که سال 2014 مقامات خدمات مهاجرتی روسیه این زاده تاجیکستان را در شهر سنت پترزبورگ برای آواره‌گردی دستگیر کرده بود و چون میخواست او را به تاجیکستان اخراج کند، اما این زاده تاجیکستان هیچ سندی نداشت، یعنی بی‌شهروند بود. آنها مجبور شدند که 3 بار به سفارت تاجیکستان در روسیه مراجعت کنند تا که برای این نفر حجت بگیرد که او بتواند به تاجیکستان بازگردد، اما چون این شهروندی را نداشته است خود سفارت هم چون این حجت را پیشنهاد نکرده است و این باعث آن شده است که این زاده تاجیکستان طول 2 سال در شرایط خیلی بد و به طور غیر قانونی در بازداشتگاه ها به سر برده است. البته گفته می شود که این مرد در سال 1994 به روسیه رفته است و در اونجا زندگی کرده است و برای همین هم این شهروندی تاجیکستان رو نداشته است. وکیل دفاع این مرد روس بوده است و او میگوید که برای آنها مبلغ تاوان مهم نیست، بلکه مهم آن است که واقعا هم در خود روسیه نفرانی که بی‌شهروند هستند ولی آنها رو بازداشت میکنند، آنها مدت های طولانی در بازداشتگاه در شرایط غیر قانونی و خیلی بد نگهداری میشوند. این خیلی مهم است تا اینکه حکومت روسیه این قانونگذاری خود را بازنگری کند و رفتار خود را در نسبت این مهاجران بازنگری کند. و یک خبر دیگری ما دیروز در برنامه خبری برای شما گفته بودیم مربوط به کرامت شریپوف است، حامی حقوق مهاجران تاجیک در روسیه که سال پیش او را برای گویا داشتن شناسنامه قلبکی روسیه و تاجیکستان استرداد کرده بودند و دیروز باید دادگاه اسماعیلی سامانی حکم خود را در نسبت دعوای
каромат Шарипов маълум мекард, аммо дар рафти муҳокима маълум шудааст ки вазорати корҳои дохилӣ дархост кардааст ки ҳамаи даъвои каромат Шарипов рад карда шавад, чунки то ба имрӯз на раиси ҷумҳурии Тоҷикистон ва на ягон ниҳоди дигар шаҳрвандии каромат Шариповро бекор накарда буд ва худи каромат Шарипов ҳам боре ҳам муроҷиат накардааст то ин ки шаҳрвандии ӯ бекор карда шавад. вазорати корҳои дохилӣ гуфтааст ки дар соли 1980 каромат Шарипов дар Файзобод ба қайд гирифта шуда буд ва аз ин хотир ӯ шаҳрванди Тоҷикистон аст. вале каромат Шарипов мегӯяд ки вақте ки ӯ дар Файзобод соли 1980 дар қайд буд, он вақт вай ба сафи нирӯҳои мусаллаҳи Русия пайваст ва аз он вақт ба ин ҷониб шаҳрванди Русия аст. вале тавре маълум шуд бинобар дархости вазорати корҳои дохилӣ ҳукми додгоҳ баъд аз як ҳафтаи дигар маълум мешавад, вале каромат Шарипов мегӯяд ки агар ҳукми додгоҳ ба манфиати ӯ набошад, ӯ ба зинаҳои болоии додгоҳҳои дигар муроҷиат хоҳад кард. хулоса дӯстони азиз, баъд аз 3 соати дигар ман ҳамаи шуморо бо сархати хабарҳои муҳими дигари рӯзи Тоҷикистону ҷаҳон мунтазирам ва умедворам ки баъд аз 3 соати дигар, яъне соати 10 ба вақти Прага ва соати 1 ба вақти душанбе моро тамошо мекунед. Шаҳлои Гулхоҷа будам. Ташаккур.